ناگاه سال ششمی بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که حضرت حمزه عمکی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از مردهای شجاع مکه ایمان آورد. اصلی سبب ایمان آوردن حمزه در آن بود که یک کنیزه که او را خبردار کرد که ابو جهل پیامبر صلی الله علیه وسلم را زد و حقارت کرد. با برابر شنیدن این خبر حمزه که از شکار برگشته بود در حال به مسجد آمد و ابو جهل را با کمانش زده رویهایش را خونشار کرد. حضرت حمزه تقریبا 44 ساله بودند، ابو جهل 61 ساله، ولی حمزه از جهت پرقوتی و مرد میدان بودن و در جنگ تن به تن کسی از قریش به حمزه برابر نمیشد. بنابراین در حال آمده با یک غضب ابو جهل سردار کفر و شرک را زده خونشار کرد و یک حقارت بیزیب هم کرده، گفت که یا مصفر استه، یعنی تحقیر کرد، ای زنگ میجاز، یا اینکه اصلا ترجمه لغویش بسیار بی‌آدابانه هست، یعنی مصفر هشتک کش است قفا، ولی به معنای تحقیر بود. بسیار سخنهای بد گفت. بعد یک جمله عجیب گفت: اتسبه و انا فی دینه، تو محمد را حقارت میکنی حالان که من در دین محمد هستم. ناگاه همین خیلی از زبانش برآمد. یعنی تا امروز حمزه مسلمان نبود، لیکن در بالای قهرش گفت که تو محمد را حقارت و سرزنش میکنی، او را میزنی و حالان که من در دینش هستم. یعنی تو مرا به نظر نگرفتی که من عمکش هستم، من در دین او هستم. همین گونه اولا اسلام حمزه از نگاهی یعنی شرف و از نگاهی ننگ و ناموس قبیلوی بود. یعنی عائله مرا تو دشنام دادی، گفته در بالای قهرش گفت که حالان که من در دین او هستم و با همین دین اسلام را قبول کرد. و اسلام آوردن حمزه یک نوع خرسندی برای مسلمان ها بود.